و رحمت الله. دوستا خسته نباشین. امیدین که صحت و سلامت و سر حال باشین. امروز به خرید و انتقال استارلینک میپردازیم که ما استارلینک را از کجا بخریم و چگونه میتونیم او را به دست بیاریم. اگر در افغانستان هستیم، اگر در ایران هستیم، اروپا هستیم، آمریکا هستیم، هر کجایی که هستیم ما باید از کجا خرید بکنیم استارلینک را. ما دو جای مرجع معتبر داریم میتونیم که از اونها خرید بکنیم. یکی هم ای بی است، ما میتونیم که از ای بی خرید بکنیم. ما اینجا جستجو میکنیم، مثلا استارلینک ساتلایت V2 اینی را میزنیم. یعنی استارلینک نسل دوم یا V2 است. در مجموع اینجا ذکر شده، میتونین که را شما خرید بکنین. اینجا میخوایم نویت شما چکنیم، نو باشه، مستعمل باشه، واز شده باشه نباشه. میگیم نو باشه دیگه. اینجا فیلترایش میگیم که از کجا باشه، کاندیشن نو باشه، قیمتش چقدر باشه، مثلا یا کاتگوریش، برندش از کدام برند باشه، یا از اینجا یا را تعیین میکنیم. خب در اینجا فقط ما میگیم که برندش نو باشه و lowest price plus پوستاجری باشه یا highest price باشه. ما میگیم که lowest price باشه، قیمت کم، یعنی هر فروشنده که ارزان میفروشه ما همونش میخوایم. حالا او را هم انتخاب کردیم. حالا برای ما میاره که کدام جنسی استارلینک است نسبت به دیگرش ارزان تر، چه قسم. یعنی $130 است، اونش 200 چند دلار بود. اینی $65 که هستی، تنها راوترش است، این یاش کیبلش هست. شما میتونین که هر کدام از این خواسته باشین شما بخرین. من 158، این 186، این 192 استارلینک سپیس اکس ساتلایت V2 دیش کیت ویت راوتر این. اینش مثلا ما باز میکنین. در اینجا چی میگفته که اینه استارلینک سپیس اکس ساتلایت V2 دیش کیت ویت راوتر. خب اینه میره گفته دیش استارلینک با راوترش $192. این اینجا کاندیشنش هست که نیو، این نو هسته. و این فروشنده هم ما چگونه بفهمیم که معتبر است یا غیر معتبر؟ اینجا اگر متوجه باشین در اینجا گفته 7201 همین این فروشنده است، اما داده میروز گرفته 100% پوزیتیو فیدبک، یعنی مشتریایی که از این خریدن 100% به این فیدبک دادن، من نظر دادن که این فروشنده خوب، معتبر و صادق است و ما را گول نمیزنه. در اینجا بود ما چی میکنیم؟ میرویم پلس بیت. اینجا علی گفته که این فروشنده unfortunately this item can't be sent to Afghanistan but don't give up just yet. خب در اینجا این فروشنده گفته به افغانستان روان نمیکنه. ما میبینیم فروشنده زیاد هستن که روان میکنن. ما از اینجا چند تا دیدم، قدیشان گپ زدم و از اینا گپ زدم که خرید بکنم. اینا گفتن که ما روان میکنیم سر تا سری دنیا را. گفتن اینیش با 499 گفته کمی قیمت تر نرخ دادن. ما یکی از را واز میکنیم که 499 گفته که چه قسم است. اینجا 99%، نه 99.6% پوزیتیو فیدبک داره دیگه. ترندینگ ات US کاندیشن اینی را باید نو میگیم که بینیم چی میشه که برای افغانستان روان میکنه نمیکنه. Unfortunately the seller will not ship this item تو گذر وقت. خب اینم به افغانستان روان نمیکرده.
ما زیاد است میبینیم که یکم تا دیگه شکل روان میکنه نمیکنه. اینی که است، اینو ما یک دقیقه هم چی کردم دیگه رو باز کردم تا یکی رو پیدا بکنم که این روان بکنه. اینجا گفته که ورلد واید شیپ، یعنی با تمام جهان سر تا سر جهان روان میکنه. باید نو میگیم واز شد. $329 به خاطر خودیدش میگیره و $79 هم دایلیور فیس میگیره. 27 آگوست تا 10 سپتامبر، امروز 27 آگوست تا 10 سپتامبر، یعنی 13 روز الا 15 روز از طریق فدکس ایره برای ما شما مثلا روان میکنه. میتونیم که ایره خرید بکنیم. تا به حال که بود ما شما بالای چی بودیم؟ از ایبی بودیم، از ایبی خرید میکردیم یا روش خرید از ایبی بود. حالا هم میریم بالای از چی؟ علی بابا رو ما باز کردم. در اینجا هم نوشته میکنیم این چیزایی است که ما از اینا خرید کردیم. اینجا جستجو کردیم، چیزای زیادی است. ما اینجا استارلینک خب در اینجا ما استارلینک ستالایت دیش کیت نوشته کردیم و جستجو میکنیم. یعنی $625 گفته. از فروشنده فرق میکنه، هر کس هر قیمتی داره و قیمت های خود میتمردم. ما با او کار نداریم و قیمتی را که دلخواه ما است و پیدا میکنیم ما، اما قیمت را چی میکنیم؟ میخریم از اینا. اینجا ستالایت دیش اینو نوشته میکنم استارلینک ویتو کیت. که بینیم پیداش میکنیم یا نمیکنیم. استارلینک خب در اینجا اینا وسایل هایی است که آنتن است و غیر چیزایی است که برای از او میایه. برای استارلینک است. استارلینک ویتو فول کیت ما جستجو میکنیم. این دفعه ببینیم پیدا میکنیم یا نه. خب ما بخاطر که ویدیو دراز نشوه، زیاد وقت نگیره، خسته کن میشود، میریم امی 625 گفته امیر یک بار واز میکنیم میبینیم. اینجا میریم میره واز میکنیم. این یک سایش هست، چیش هست، این وسایلش هست میبینیم. این را دیدیم که همچون یک جنسای هست. این دیگه بعد از اون میریم برای از این نیو استارلینک اینترنت ستالایت دیش کیت V3. این نسل سیومش هسته. RVS ورژن روم که برای خانگی فامیلی است. استارلینک ترند جنریشن این نسل سیومش هست. ما اینجا دیدیم این نسل دومش هم داره. ما میتونیم که
خب نسل 2 پلیس کانتنت خب در اینجا چی کرده، اما تنها نسل 3 داشته 2 نداشته که ما درام انتخاب بکنیم. برمیگردیم. خب ما اینجا قطعش چت میکنیم، گپ میزنیم. قسمی که ما اینا گپ زدیم قطعی از یا آن تنها کار ما گپ زدیم. این شکل دیگهش هم دیش خود استارلینک هست، از قطعش گپ میزنی قیمت چیزایش. و این اینجا استارت هاردر است، اینجا مینی سایت دیگه هاردر میتی برش و با در رابطه با چیش هم حرف میزنی. در رابطه با اینکه ما از چین با افغانستان چه قسم روان بکنیم هم ما ویدیوی دیگه دارم در یوتیوب، میتونین به او مراجعه بکنین ببینین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.